ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори чорумро аз рӯи романи нависанда муҳаммадзамони солеҳ девори хӯросон дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон қурбони собир бишнавед. محمدزمان صالح دیوار خراسان. بخارا. سپاهیان سواره امیر سامانی از دو طرف راه صف کشیده بودند و از میان ایشان امیر اسماعیل با اهل رکابش. پیشاپیشی رکاب امیر اسماعیل و ابوالحفص، فضل مروزی پهلوی هم و دیگر بزرگان بخارا از پس ایشان به سوی دروازه ربض شهر پیش می رفتند. مردم شهر خرد و کلان، زن و مرد بر بام ها برآمده امیر را با کرنه و سرنه نثار کردن سیم و زر پیشواز می گرفتند. ابوالحفص: این موضع که امروز بخارا است آبگیری بوده است و بعضی جایهایش نیستان و درختزار و مرغزار و مردمان از هر جانب به اینجا آمدند و شهر را بنا گذاشتند. قصه شاهانش خیلی عجیب و طولانی است و در موردش امیرم از آن آگاه خواهند شد. در خصوص نام بخارا روایت ها بسیارند. یکی نیمیچکت، البته در تلفظ اعراب و از نام رود گرفته شده است. در پارسی آن را نامیکت میگویند و در جای دیگر بومیسکت گفتند. شاید شکلی ویران شده نیمیچکت باشد و در بین اعراب با نامهای مدینت و سفاریه یعنی شارستان روگین و مدینت و تجار شهری بازارگانان. امیر اسماعیل: اعراب رسمی داشتند که نام ولایت را با نام شهری مرکزی آن ولایت یکی می کردند. آنچنان که سوغد را باید نام درست شهر نامیکت باشد. ابوالحفص: شاید، ولی امروز نام بخارا معروفتر است. در خراسان هیچ شهری به این زیادتی نام نیست. حتی در حدیث نام بخارا فاخیره آمده است. از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت می کنند که گفت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که جبرائیل صلوات الله علیه گفت به زمین مشرق بقعه است که آن را خراسان گویند. 3 شهر از خراسان روز قیامت آراسته بیارند، به یاقوت سرخ و مرجان و نور از ایشان براید و گیرد بر گیرد این شهرها فرشتگان بسیار باشند. تسبیح و تمهید و تکبیر می آرند. این شهرها را به عرصات آرند، به ایز و ناز چون عروسی که به خانه شویش برند. و هر شهری را از این شهرها 70,000 علم بود و در زیر هر علمی 70,000 شهید بود و به شرافت هر شهید 70,000 موحد پارسیگوی نجات یابند. و به هر طرفی از این شهرها از راست و از چپ، از پیش و پس 10 روز راه بود که همه شهید باشند. امیر اسماعیل: آره، در این سرزمین بسا خونها ریخته است. از ترک و تازی بسا جفاها دیده است. بارها خراب شده است، مردمش کشته شده است، به بردگی برده شده است. ابوالحفص نشنیده می گیرد و به سخنش ادامه می دهد. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا جبرائیل نام این شهرها بگوی.
جبرائیل علیه السلام گفت نامی یکی از این شهرها را به تازی قاسمیه خوانند و به پارسی بیشگرد و دوم را به تازی سمران خوانند و به پارسی سمرقند و سوم را به تازی فاخیره خوانند و به پارسی بخارا. رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا جبرائیل چرا فاخیره خوانند؟ گفت از بهر آن که بخارا روز قیامت بر همه شهرها فخر کند و بسیاری شهید. از بهر آن که بخارا روز قیامت بر همه شهرها فخر کند و بسیاری شهید. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم بارک فی فاخرته و طهر قلوبهم بالتقوا و زکی اعمالهم و اجعلهم رجحما فی امتی. و از بهر این معنی است که بر رحمدلی بخاراییان از مشرق تا مغرب گواهی می‌دهند و از اعتقاد و پاکی ایشان. امیر اسماعیل: آره، این بزرگترین نقص مردم ماست. ابوالحفص با تعجب به امیر اسماعیل می‌نگرد و امیر به سویش لبخند می‌زند. امیر اسماعیل: درست، خیلی باعث تعجب است. شما حق دارید تعجب کنید استاد. رحمدلی برای ما بیماری شده است و هر که بر ما ظلم میکند و جبر، او را میپرستیم و اعمالش را طبق فرموده خداوند تفسیر میدهیم. مگر همین خصلت ما نبود که منزه ترین دینی نیاگانمان به خرافات تبدیل یافت و ما تجزیه شدیم؟ چرا بدوی های صحراگرد بر ما غلبه کردند؟ یک دسته سر و پا برهنه گرسنه، مگر نه با عیب خود ما؟ ما کشته شدن را از مبارزه بردن اولا می دانیم. مانی هم که با دین خود آمد، او را از روی رحمدلی پذیرفتیم. بودا هم که آمد این چنین. اندیشه ما پریشان شد. مانی به ما گفت که تو نتیجه گناهی. بودا به سوی غارها هدایتمان کرد. هر کس به هر طرف پراکنده شد. حتی بیماریمان به حد خروج کرده و بر وجودمان مسلط شده است که دیگر نمیتوانیم از روی عقل سالم ملاحظه کنیم، بیاندیشیم، انتخاب کنیم. چرا ما نمیتوانیم از مولاهای خود خوی جهاد و غزا را بپذیریم؟ ما همیشه از رحمدلی گذشت میکنیم. این باعث شده است که نمیتوانیم از هر چیزی اصلش را بپذیریم. شما گمان نمی کنید که این خو باعث زوال می شود؟ زوال همه چیز، دین و ایمان و اندیشه. می فهمم اگر بر خصم خیش فایق آیی و بر اندیشه و ایمانش تسلط کنی و بعد گذشت نمایی، گذشت معنی پیدا می کند. در عکس حال بی‌معنی است. این چیز بیدینی و بی ایمانی تلقی می شود. چرا ما نمی توانیم بگوییم ای مردم، راهی که شما می روید به سوی بیدینی است؟ چرا؟ نه، برعکس کوشش می کنیم با هر وسیله این رفتار را حق جلوه دهیم. ما هیچگاه از حق جانبداری نکرده بودیم. خیلی خاموش می روند. من از گستاخی خود پوزش می خواهم استاد. در این مسئله نمی شود بی درد سخن کرد. این معنی آن را ندارد که کس کفر می گوید. از ایمان من کاملتر ایمان نیست، ولی مسئله سری کفر و دینی من هم نیست. اینجا باید در جگر مردم اندیشه را پرورانید که از ایمانش، از دینش،
از کشورش، از قومش، از گذشته‌هایش فخر کند، وگرنه مذهب هر زوری را قبول خواهد کرد. آنگاه در این مرز و بوم هیچ دینی پایدار نخواهد ماند. آنها به دروازه شرقی ربض بخارا می رسند. خلیفه نوتعیین شده امیر با اطرافیانش آنها را در درآمدگاه حصار شهر پیشواز می گیرد. ابوالحفص: خلیفه شما حسین بن محمد الخوارجی. امیر اسماعیل با اشارت دست کاروان خیش را نگاه می دارد و از اسبش پیاده می شود. حسین بن محمد به سوی امیر می شتابد و دست او را می بوسد. خوارجی: بخارا پیشکش امیرم. مردم شهر در لباسهای ایدانه بالای بامها برآمدند و بر سر امیر اسماعیل سیم و زر نثار می کنند. دیگر در قطار روندگان حسین خوارجی جای فضل را می گیرد. امیر اسماعیل با سری برداشته تا رسیدن به منزل خاموش می ماند، ولی سری پر از اندیشه دارد. اندیشه از گفتار خیش. ابوالحفص نیز آرام است. از وجاهتش نمی شود چیزی را فهمید. با گفته های امیر اسماعیل هم صداست و یا آن را نمی پذیرد. امیر اسماعیل خود به خود می اندیشد: نمی بایست نزد او درد دل کردن. او سخت عرب زده است. وقتی که آنها از دروازه شرقی وارد بینای ارک می گردند، منظره عجیبی نمودار می شود. از این دروازه تا دروازه غربی کوچه راست طول کشیده است و در دو طرف آن سربازان با لباسهای آراسته در فاصله 2-3 متری بین یکدیگر صف کشیدند. بعد از آن سربازان امیر اسماعیل از دو طرف سراسری کوچه صف می کشند. به نظر چنین می رسد که گویا این منظره از روی نقشه پیشتر تهیه شده صورت می گیرد. هنگامی به نزد کاخ پادشاهی رسیدن، امیر اسماعیل و دیگران از اسبها پیاده می شوند. از گوشه و کنارهای شهر صدای غوغا بلند می گردد. امیر اسماعیل پیشاپیش و دیگران از دنبال او وارد کاخ شاهی می شوند. امیر اسماعیل: این چه غوغا بود؟ ابوالحفص به حسین خوارجی می نگرد و او کیف در هم می کشد. در همین وقت مردی در لباس اشرافی به نزد ابوالحفص می آید و در گوش او با آواز پست چیزی می گوید. بعد از رفتن او ابوالحفص به طرف امیر اسماعیل چند قدم پیش آمده می گوید: ابوالحفص: خوارجیان در شهر غوغا برانگیختند. امیر اسماعیل به سوی حسین خوارجی نگریسته: علت این غوغا چیست؟ ابوالحفص: عصیان، نافرمانی. خوارجی: استاد. دیگر خاموش میماند. امیر اسماعیل به طرف ابوزکریا یحیی: شرطه شهر و سپهسالار را خلق سلاح کنید. خوارجی: امیرم. امیر اسماعیل: برگشتن از رأی خیش سیرت پادشاهان است، ولی شما مرا به این ناجوان مردی وادار ساختید. خلیفه را نیز بگیرید و ایشان را به زندان برید. در میان اشراف و دهقانان تشویشی به وجود می آید. فقط امیر اسماعیل آرام است. چند سرباز حسین خوارجی، شرطه شهر و سپهسالار را دست می بندند. امیر اسماعیل: آرام شوید جنابان. ما هنوز اقدامی نکرده عصیان مرا نمی خواهند؟ مادام که چنین است. به سوی ابوالحفص می نگرد: چرا بایست ما را آوریدن؟ این اهانت است. ابوالحفص: امیرم،
آنها یک ایده قلیلند و اشراف زادگان خوارجی که بیشتر از اهل بخارا و مردمی بومی حضور دارند با تشویش سوی ابوالحفص می نگرند. آنها از رفتار امیر و ابوالحفص ناراضی‌اند. امیر اسماعیل: استاد، به سوی برادرش: هر که راضی نیست عصیان می کند، باز دارید. ما کفالت امنیت این شهر را به گردن گرفته ایم، پس نمی گذاریم کسی ضرری بر آن خلل رساند. به مردم بخارا هدف ما را بفهمانید، آسوده کار و زندگی کنند. دیگر ما نمی گذاریم کسی مال ایشان را دزدد، خانه هایشان را آتش زند و خودشان را به بردگی برد. دینی ما، سیاستی ما داد است. ابوالحفص به حاجب کاخ اشارت می کند. او از تالار برآمده می رود و بعد چند ثانیه خلعت شاهانه را بزرگان بخارا می آرند. ابوالحفص خلعت را به کتفان امیر اسماعیل حمایل می کند و از دستش گرفته به سوی تخت می برد. ابوالحفص: بفرمایید امیرم. امیر اسماعیل بر تخت می شیند. دهقان دیگر تاج مرصع با جواهرات را به دست ابوالحفص می دهد و او تاج را بر سر شاه می گذارد. ابوالحفص: مبارک باشد. آنگاه امیر اسماعیل به بزرگان بخارا اذن نشستن می دهد و ابوالحفص را بر طرف راست و ابوالفضل را بر جانب چپ خویش می شناند. ابوزکریا یحیی برادرش در بر فضل مروزی جای می گیرد و دیگر بزرگان از دو طرف روی صفحه ها می شینند. پیش از نشستن همه با یک آواز تبریکات ابوالحفص را تکرار می کنند. مبارک باشد. امیر اسماعیل: اگر طبع اخلاقی بشر به کمال رشد یابد، دولت از میان می رود. رسالت همه دینهای جهان تأمین کمال رشد اخلاقی باید باشد. ولی برندگان این ادیان نمیدانم با کدام سبب این هدف اصلی خویش را به دست فراموشی سپردند. پس دولت این طبع اخلاقی بشر را تنظیم می نماید. همه گونه دولت ظلم است، مجبور کنی است. یعنی دولت لشکر دارد، شحنه دارد، قاضی دارد، مفتی دارد، شاه دارد و وزیر، تا که طبع اخلاقی بشر را برای کمال یافتن تأمین کند. ما اقلاً این هدف را باید در دایره قلمرو خویش تأمین نماییم. ابوالحفص: مراد امیرم مدینه منوره است. امیر اسماعیل: بشر الحال مدینه منوره را در خواب می بیند. این نیاز بشر است، آرزوی انسان است. طبع اخلاقی بشر در انتهای کمال خود به مدینه منوره می رسد. ولی وظیفه و رسالت ما در قلمرو خویش گسترش داد است، عدل است. ما برای رسیدن به این هدف خویش بسیار آدمان را جزا می دهیم، قتل می کنیم، به زندان می کشیم. از این رو خواهشمندم از عمل ما نرنجید و هرچی از نیک و بد از طرف ما به وجود می آید از همین نیت سر می زند. در همین وقت احمد بین محمد بین اللیث در حلقه چند نفر سرباز وارد تالار می شود و بعد تعظیم کردن رو به حاضران می آورد. احمد اللیث: آشوبگران پراکنده شدند و هر کدامی به دیه و منزل خویش رفتند. شهر
آسوده است و مردم از آمدن امیرم شادی و سرور دارند. امیر اسماعیل، خواهشمندم سبب‌های آشوب و برانگیزندگان آن معلوم کرده شود. بدترین دشمنی ما در میان خود ماست. ما باید آنها را بشناسیم. دشمنی بیرونی آنقدر خفناک نیست. همه بدبختی ها، محرومیت ها و چپاول و سختارها را مردمی ما از دشمنان داخلی خیش متحمل شدند. ما باید آنها را شناسیم. این اولین گام است که ما می توانیم در راه امنیت دیار خیش برداریم. دیگر اینکه ما در این راه مشکل، یعنی پیاده کردن هدفهای عالی خود، به دانش و تدبیر شما به طرف ابوالحفص می نگرد. تکیه می نماییم و امیدواریم در این امر کمک خیش را دریغ نمی دارید. در همه امر گسترده ما به شما تکیه می کنیم و انشاءالله یک جای همه کارها را به ثبات می رسانیم. بزرگان بخارا با سرکردگی ابوالحفص از جای می خیزند و تعظیم می کنند و باز به جایهای خیش می شینند. ابوالحفص: موضوعی را که امیرم تحریزی کردند البته باعث اندیشیدن و کار بستن است. البته در رسالت امیرم است که می توانند قاعده های کلی را برای کردار پیریزی کنند که کاربست اصل اساسی اخلاق جامعه به شمار آیند. اما رسالت اخلاقی فرد از وظیفه های بیشمار تشکیل شده است که وجدان در خلال آنها راهنمای خطا ناپذیر به شمار می رود. از این رو هر فرد رسالت اخلاقی واقعی خود را دارد و در سلسله همکاری عملی که رو به سوی پدید آوردنی یک نظام اخلاقی، یعنی فرمان روایی کامل عقل در جهان است، سهم شخصی به عهده دارد. دستیابی به این هدف آرمانی چنان که باید نیازمندی تقسیمی کار اخلاقی است. اسماعیلی خوارجی: مادامی که سخن در خصوص اخلاق به میان آمد، ایشان در مسئله وفا به عهد چه اندیشه دارند؟ امیر اسماعیل: اینجا جرم برگردن ما نیست. آنچنان که خداوند تعالی در سوره فتح فرموده است: همانا کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خداوند بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهای آنان است. من به این دلیل نقض وعده کردم. فصل: امیرالمؤمنین علی در نهج البلاغه فرموده است: نه تنها مسلمانان بلکه مشرکان نیز وفا به عهد را در میان خود لازم می شمارند، چرا که پیامدهای نابود کننده پیمان شکنی را دریافته بودند. بنابراین هرگز پیمان شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده. فقیه اسماعیلی خوارجی: کسی که اراده می کند وعده را محقق نماید، اگر به طور جد این اراده در ذهن او وجود داشته باشد، یعنی باید به گونه‌ای باشد که هیچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد تا دیگران بر آن اعتماد کنند و فردی که به جد چنین اراده‌ای دارد نمی تواند در عین حال به جد اراده عدمی وفا به وعده را داشته باشد. امیر اسماعیل: ایشان گفتن می‌خواهند که اراده عدمی وفایی که موضوع عدمی وفای دیگران است، زیرا برگشت آن به اراده و عدمی اراده شیء واحد است و این یک تناقض آشکار می باشد و شخصی که قصد وفا به وعده خود را ندارد، او به جد اراده وعده نکرده است.
بلکه فقط به ظاهر افاده می کند که او قصد انجام وعده خود را دارد و آنچه به طور جدی او قصد کرده است فریب دادن دیگران و رهانیدن خود از گرفتاری می باشد. ابوالحفص: پس تناقض وجود ندارد، بنابراین فقط یک امر مطلق وجود دارد و آن این است که فقط بنابر قاعده رفتار بکن که به موجب آن در همان حال بتوانی بخواهی که آن قاعده یک قانونی کلی شود. و به همین دلیل است که تنها امر مطلق میتواند مبنای اخلاق باشد و متصیف به عنوان قانون گردد و تنها کسانی که برای تحقق چنین امر اعمال خود را انجام میدهند اخلاقی هستند. فقیه اسماعیل خوارجی: محقق نمودن خیر اولا متعلق اراده است، بر طبق قانون اخلاقی رفتار می کند و شرط اساسی آن موافقت تام اراده و قانون اخلاقی است و این تعبیر دیگری از قدسات است، در حالی که هیچ موجودی عاقل در عالم محسوس در هیچ لحظه از وجود خود به آن نمی رسد. از نقطه نظر عملی این یک امر ضروری است، پس باید یک مسیری ترقی دایم وجود داشته باشد تا بدان توافق تام رسید و این کمال بی انتها ممکن نیست مگر با فرض وجود و شخصیتی برای موجود عاقل که تا بی نهایت باقی باشد. امیر اسماعیل: تشبهوا به اخلاق الله. و در حدیث آمده است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: برانگیخته شدم تا اخلاق عالیه را به اتمام رسانم. مابقی موضوع تدقیق و آموزش فقیهان و عالمان است، نه بحثی چنین مجلسی. والله اعلم. من صحبت عالمان و فقیهان را دوست می دارم و وظیفه ماست که برای آنها یک محیط موافق را به وجود آوریم. فرزندان دیارمان را که باعث افتخار دیگر مرکزهای سیاسی و فرهنگی می باشند به وطن برگردانیم. اقلاً یک مدینه فاضله را طرح‌ریزی نماییم. در این امر من به علاقه و رابطه شخصی هر کدام از شمایان امیدوار هستم و با این عمل خود آن شعار پیشتاق گند شاپور را که اعراب بیستردند به یاد بیاوریم و در اندیشه مردم خیش حق بزنیم. اگر خواهید آن را به یادتان می آورم. شمشیرهای ما مرزها را می گشایند و دانش و فرهنگ ما دلها را و اندیشه ها را. ما باید این شکوه را به صاحبانش برگردانیم و در عملی شدن این خواسته باید از هیچ چیزی رویگردان نباشیم. این وظیفه شماست که در رفتار و پیندار مردم آن را بریزید. هیچ چیز در دنیا به مانند عقل و علم محتاج آزادی نیست. ما این آزادی را برای شما تأمین می‌کنیم. شما فقط باید عمل کنید. از همین لحظه، از همین روز، البته 1 ساعت بعد خیلی دیر است. باید تمام فرزندان این دیار به مدرسه ها فرا خوانده شوند و به آنها علم آموزانده شود تا که آنها شایسته این خاک و بوم، این خلق و ملت به وایه رسند و ابتکارات ما و شما را تا به آینده های دور برسانند. این از بزرگترین هدف ماست. گمان میکنم قول پیغمبر خدا را در خصوص رسالت علمی و فرهنگی مردم ایرانی به یاد دارید. این همه ما را برای چنین عملی شایسته موظف می سازد. ابوالحفص: این همه کارها
ساخته از امنیت کشور است. یعقوب لیث در خراسان، ترک‌های کافر در شمال کشور آرامی را از بین بردند. امیر اسماعیل: تأمین امنیت کشور وظیفه ماست. الحال یعقوب لیث با خود مشغول است. ما از این فرصت باید استفاده بریم و با دشمنانی مالی و جانیمان در شمال مبارزه بریم، آنها را تارومار کنیم و آرزوی این خیطه را از سرشان برکنیم. ابوالحفص: ما در صورت ایمن می شویم که آنان را به دین خدا درآوریم، غزوات کنیم. امیر اسماعیل: اینجا یک مسئله خیلی نازک است که آن را باید فرق کرد. ترک‌های کافر را با اعراب جاهلیت قیاس کردن خطاست و حتی با حبشه نمی شود آنها را مانند کرد. اینها بجز به ثروت و قدرت سیاسی به چیزی دیگر ایمان ندارند. اینها اصلاً دعوای حکومت کردن را فقط برای خود دارند. آنها در این راه از برده شدن هم شرم نمی دارند. آنها به پسترین اعمال که یک موجود زنده از آن تنفر می کند تن بر رضایت می دهند، با امیدی که بر دل و جان شما راه یابند و به آرزویشان برسند. ترغیب دین خدا کردن در بین آنها خطاست. آنها هیچگاه مسلمان نمی شوند. اگر شوند هم باز با گذشتن فرصتی یا با دریافت خواستهشان از آن روی گردان می شوند. اگر ما طبق گفته شما عمل کنیم فقط خود را به امنیت کاذب فریب می دهیم. ما باید آنها را از این پهلو هیچگاه از مد نظر دور نگذاریم. پس علاج آن است که آنها را با جهالتشان واگذاریم تا شناختنشان برایمان سهل گردد. دیگر این که آنها را باید به خواستگاهشان برگردانیم و این سرزمینی مقدس را از کثافتشان پاک نگاه داریم. شمشیری ما باید داند به کدام سر فرود می آید. در عکس حال اخلاق جامعه را به فساد می کشانیم. مگر این فسادی را در جامعه اسفجاب و خوارزم و چاچ احساس نکرده اید؟ آنها را از این خیطه ها به دور باید پرداخت. ابوالحفص: خداوند تعالی در سوره عنکبوت فرموده است که کسانی که در راه ما مجاهده نمایند با راه های خود هدایتشان خواهیم کرد. امیر اسماعیل: اینما بعثت، یعنی من برانگیخته شدم. پس شاعر توانا مسعود مروزی در شعر غراء فرموده است: مخالفان تو موران بودند مار شدند، برار از سری موران مار گشته دیمار. مکن درنگ از این بیش و روزگار مبر، که اژدها شود ار روزگار یابد مار. امیر اسماعیل: آره درست است. آنگاه دیر خواهد شد. فرزندان این مرز و بوم در کلفت خواهند ماند. ما نباید به این چیز راه دهیم. امیر اسماعیل به فکر فرو می رود. از وجاهتش بر می آید که از این واخوری چندان راضی نیست، ولی تحمل می کند. مولا از صندلی اسماعیلی خوارجی که مرد پیر و خردمند است از جای می خیزد، تعظیم می کند. فقیه اسماعیل خوارجی: مر امر خدای راست. در دقیقه های اول باعث مزاحمات شاهم شدن از روی آداب نیست. بگذار امروز امیرم فراغت کنند تا فردا خدا چی فرماید. امیر اسماعیل با فضل مروزی و برادرش از تالار بیرون می روند. در راه رو از روبرویشان غلام شاه اشنس می براید و امیر اسماعیل خسته و علم‌آلود می گوید: به این بوزینک خود را چون زنان سرایی آراسته است چون باور می کنی؟ اشنس
در عوض سخنان امیر دهانش را تا بناگوش می دراند و چنان می نمایاند که گویا شاعری بزرگ مدیحش گفته باشد. در آخری راهرو آنها به حجره زیبای وارد می شوند و خود را بالای تخته ها می پرتایند. شما گفتاری چهارم را از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.